داستان کل تاجیکستان روز 4 اکتبر سال 2023 خبر داد که در نتیجه سنجش پروکوروری وابسته به ولایت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان ماه اوگوست سال روان در طلبخانه یکسرای شهر خوجند حالتهای زیاد ویران کردن طلبات قانون مذکور را آشکار کردند. چنانچه دیرکتور طلبخانه یکسرای شهر خوجند بزرگ گفت بهروز خوجه طاهرویچ سنه 11 اوگوست سال 2023 ساعت 20:08 در این طلبخانه مراسم توی دامادی و عروسی فرزند عثمانوف را به بستن شرطنامه خدمت رسانی با صاحب معرکه برگزار نموده است. همچنین نام برده روز 15 اوگوست سال 2023 در وقت کاری ساعت 13:00 در طلبخانه یکسرای توی عروسی و دامادی نظرو و یونسوف را برگزار نموده طلبات قانون را دغلانه ویران کرده است. روز 15 اوگوست ساعت 13:00 در وقت کاری در معرکه توی دامادی و عروسی شهروندان نظر و یونسوف و اینچنین روز 17 اوگوست ساعت 13:00 در معرکه توی خانه دارشوی برادر نظیروف که نیز در وقت کاری برگزار گردیده بود شهروند میردادویف غلامجان وایدویچ همچون سراینده و شهروند یوسفوف پرویزجان باعث برنده اشتراک نموده بدون بستن شرطنامه خدمت رسانیدند. بغیر از این برخلاف طلبات قسم 3 ماده 10 قانون تنظیم روز 15 اوگوست سال 2023 ساعت 11:00 شهروند باباخان و فیروز تیمورویچ نیز در همین طلبخانه یکسرای معرکه دامادطلبان دخترش باباخانووا را با اشتراک 72 نفر با دادن 3 نمود طعام برگزار نموده در آن شهروند منان و ملکه خان همچون سراینده به بستن شرطنامه طرفین خدمت رسانیده است. مأمور طلبخانه یکسرای رجبوف فرامند معرکه دامادطلبان باباخانوف را در وقت کاری و به بستن شرطنامه بین صاحب معرکه برگزار نموده است. نسبت نامبردگان از طرف داستان شهر خوجند بر اساس ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان از جمله نسبت به مدیر طلبخانه یکسرای بزرگوف برای تکرارا ویران کردن طلبات قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با قسم 3 ماده ذکر شده پرونده های حقوق ویرانکنی مأموری آغاز کرده شده برای بررسی به دادگاه شهر خوجند ارسال گردیدند. با قرار دادگاه شهر مدیر طلبخانه یکسرای بزرگوف به مبلغ 1200 نشان دهنده یا برابر به 81600 سامانی مأمور طلبخانه رجبوف به اندازه 650 نشان دهنده برابر به 44200 سامانی برنده یوسفوف به اندازه 750 نشان دهنده برای حسابها به 51000 سامانی سراینده میردادوی به اندازه 750 نشان دهنده برابر به 51000 سامانی سراینده منانووا به اندازه 50 نشان دهنده برای حسابها برابر به 3400 سامانی صاحب معرکه نظروف به اندازه 100 نشان دهنده برای حسابها برابر به 6800 سامانی و باباخانوف به اندازه 110 نشان دهنده برابر به 7480 سامانی جریمه بسته شدند. خود جریمه شده ها برای شرح قضیه دسترس نیستند. قانون تنظیم و رسم آیین که سال 2007 قبول شده سال 2017 طلباتش باز هم شدیدتر کرده شد. از جمله قانون‌های عجیب الغریب قبول شده در تاجیکستان است که در مطبوعات بین المللی همیشه به باد مسخره کشیده می شود. حامیان حقوق نیز این قانون را یک علامت برجسته دخالت مقامات به حریم حیات شخصی مردم و نقض قانون و آزادی‌های انسانی شهروندان تاجیکستان می نامند.